ناخونمون رو چجوری بگیریم که گوشت ناخون نشه و برامون زخم ایجاد نکنه؟ امروز در خدمتتون هستیم با نحوه صحیح اصلاح ناخونها در پاهای دیابتی و پاهایی که به هر دلیلی دفرمیتی ناخونها و بدشکلی ناخونها رو داره که اصلاح بد اونها امکان داره که برای ما گوشت ناخون رو ایجاد کنه. دقت بکنین که ما هنگام اصلاح ناخونها باید یک خط مستقیم رو در نظر بگیریم و به هیچ وجه هلالی شکل نگیریم که این گوشه های ناخون ها بخواد توی گوشتمون فرو بره و بعد از اینکه این خط مستقیم رو گرفتیم برای گوشه های ناخون میتونیم از سوهان استفاده بکنیم. ممنون میشم ویدیومون رو لایک کنی و برای دوستای دیابتیت